لگوری بلگانامه که کوین آرتی لی وزارت پترول عراق دست خو خستیه لی دست پیکا و میو هیانها هرم روزانه کوما 607,000 برمیل پترول شاندینه بوی پیگهجی دهات پترول هرمه گلک زیدتر جوی قاسی پاری که بو پاروک ناموچه فرمانبران پیتیویه لگوری بلگانامان پشتی لحفاتنا نابرا هرم و بغدا و پشتی دست پیکنا پترول کرکوکه هرم لی دست پیکا و مهه هیا 14 و مهه روزانه کوما 607,000 برمیل پترول دشینه دروه و لوی هجماره جی روزانه 5,000 پترول دتا خزانه حکومت عراق و بخوجی 557,000 برمیلان دفروشیتن و تا اگر هیا دایاوی مهه او شاندنه بردوان بیتونو به همان باهای فروتن حکومت عراق بیت فروتن کو 39 دلارن بو هر برمیله کی هف آوایا مها آب او دهات پترول هرمه بو مها نه دبیتا 651 میلیون و 609,000 دلار و ویکی جی گلک زیتره جیوی قاسی پاره کلگوری سیستم نیو بو موچه فرمانبران پیتویه که ماهانه 430 میلیون دلارن. لگوری او بالگن دست این آرتی کتینه هرم لیزوین پترول بای حسن و هاوانا روزانه 262,000 برمیل پترول دشینه و حکومت عراق جی آماجه پیک دیکه نزانیتن پترول چلیتیتن. هفدهم پشتی سال 2006 گواری ماکروسنه لیرکا تنکاران دست کریه به فروتنا پتروله هیا نها دهات فروتنا و پتروله لوان زویان دیارینه که با خفتنا بشک جه پارلمانتاران مهانه دهات و به 200 میلیون دلاران تیده خملاندن. سامان سروشی ده مها در بازبوی ده آماجه پیکی کریه برمیلکا پتروله به 32 دلاران فروتیه ویکی جی او دمکی ده زیادتر جه 4 مهن به کوما باهای پترول لی بازار جهانه لی سراوا 47 دلاره. با خفتنا برپسن حکومت جی هرمه برمیلکا پترول به 10 دلاران کمتر جه باهای بازار جهانه فروتیه. به وی پیگه جی به تیوی بوده مها در بازبوی ده هرم برمیلکا پترول به 37 دلاران فرو باید. لی سامان سروشید بیجتن به 32 دلاران هاتیا فروتن. به وی پیگه جی لی فروتن هر برمیلکا پترول 5 دلار دیار نینن. اوجی دمکی ده حکومت عراق برمیلکا پترول به 39 دلاران دفروشتن. دگلوی که داجی وزارت سامان سروشتی مهانه راپورت که لسر دهات پترول بلاواده که لی بشک آزاف جه پلمانتارن کلوسنه و میدیاکار و رخروان جواک سیویل بردوام هایما چند سالن رخنه لحکومت هرم دیگرن لی سروی که دهات پترول شفاف نینه. او دهاتنه برهمین پترولی و فروتن پترول لرکا تانکاران و چانیا ورگتنا شیرین گریبستان زلال و اشکرانینه. او دهاتین وزارت سامان سروشیجی لسر فروتن پترول به بوریان جالی آلیه سیان و یانجی لجنه کاچافداری کنا دارای و پارلمانی ناتیه چکرن بتنه وزارت سامان سروشی لحای داره.